السلام علیکم حتما عزیز. این ویدیو برای مادران هستند، دخترک‌ها هستند. خب در باب حیض و نیفاس، کسانی که حیض میشوند، حیض از 3 تا 10 روز است در دین اسلام. تا 3 روز میشه هست، دخترک‌ها هستند که تا 5 روز هست، تا 7 روز، تا 10 روز زیادش استحاضه میشود. ولی با استحاضه رو به شما میفهمم. حیض یعنی که 3 روز میشود، مثل که روز دیگه تمام میشه، باید ایستاد 3 روز. یک روز میشد، مثال دیروز نمیشد، بس دیروز که نشد نباید که حمام کند، باید یک روز دیگه ایست سر، بعد روز چهارم باید حمام کند، غسل کند. نفرانی که 5 روز میشوند، 5 روز میشوند، روز پنجم تمام میشد که 6 باید انتظار شوند، بعد یعنی روز چهارم تمام میشد، 4 باید انتظار شوند، 4 تمام میشد، 3 روز میشن، روز چهارم نیسته، بعد 4 که انتظار، پنجم تمام میشه، بعد حمام میکنن. نفرانی که 7 روز مثل ماهانه میشن، اونا 5 روز میشوند، روز ششمش نمیآید. ششمی چی نیسته، میرن حمام میکنن، میگه که حمام کردم با آمد، انا شش باید که حمام نکنن، هفتم بعد روز میستن، بعد بگه هشتم بعد حمام میکنن. کسانی که مثل 3 روز میشن که 3 روز بعد تا آخرش ایستن، شب چهارم باید حمام کنن. کسانی که 5 روز حیض میشن، 5 روز انتظار شدن، شب ششم باید حمام کنن. کسانی که 7 روز میشن، شب هشتم باید حمام کنن، هفتم روز تمام میشه، بعد شب هشتم. کسانی که 10 روز میشن، روز دهم، شب 11 باید حمام کنن. یعنی که این برای چی میگن تمام کشیدن. انا بعد حمام کردن، بعد 5 روز حمام کردن، یا که بعد 3 روز حمام کردن، بعد 7 روز، بعد 10 روز، من بود دیدن که مثل که رنگ بور رنگ اومد یا که زرد رنگ اومد، این حسابی حیض نمیشه، مگر که رنگی سرخ نباشد یا که سرخی رنگی بلند نباشد، حیض حساب نمیشه. اگر رنگی بور رنگ اومد و رنگی مثل که زرد رنگ اومد یا بیدرین اومد، این تمام، یعنی که غسل دیگر نمیکنه، این مثل که غسل شما تمام، این تازه شوی مکه بچه دار میشه، این دیگر به شما گشترکه همون کردن لازم نمیاد. خب استحاضه معنوش، استحاضه مثل که از 10 روز زیاد میشه که انسان زن کم کم مثل خونی چی میگن رنگی گلوبی میاد کم کم، که این در هر یک نماز طهارت میکنه، وقتی که میخوای باشه طهارت میکنه در هر یک نماز، این استحاضه میشود. خب انا که در ماه شریف رمضان کسی که میسو که حیض شد و روزهش رو خورد، چند روزی که خورد پس از رمضان میگیرد، قرض هستیم. اگر بعد از پس از رمضان با 6 روزه یک جا کدگی بزرگی زور میشه، اما همون دخترکمون مادر رحمتی ما فهموندگی بود، بعد رمضان با 6 روز با همراهی روزه قرضیمون خوردگی بدیم میخوردیم در ماه شریف رمضان میگرفتیم. کسی حیض میشه در ماه شریف رمضان، مثل دختر زنی کودک دار است، زنی که مثل که چی گونه که نباشد حیض میشدگی، میخورد روزش رو میخورد و بعد رمضان میگیرد. نخوردم قرض میشد، این میخورد. در پیش آدمو نمیتونه خورده، در یک جا میسو میره در پنهانی یگان چی میسو که میخورن که تو که آدمو نبینن، اگه ای روزش خورد گفته. ما رو مادر رحمت میگه که برو در میسو که کشخانه در جا خور که نبینن آدمو که تو روز خری گفته. بعد رمضان میگرفتیم. من همون دخترکیم یگان روزا باید کدگی نیستم، چی میگه قرض ماندگی نیستم. بعد رمضان 6 روزه قضیه روزه قرضیمون میگیریم. شما هم میخواین بعد رمضان 6 روزه میگیریم که کسی که نگیره، کسی که نمیگیره قرضیتون نگیریم بعد رمضان. همین رمضان تمام میشه که بعد 3 روز عید 6 قرضیتون گیرین، طرف گیرین و رمضان دیگه اکلاتون گوشت تشکیل ساقط میشه، اکلاتون چی میشه، قرض ساقط میشه. قرض است این ما شهر رمضان کسی که خورد میگیره. کسی که بیماری مثل که قند است و بیماری که داروی دائمی دارن، اونا بعد فطر روزه میتن، یا پیران سالایی که نمیتونن روزه گرفتن، آدمایی که حیض میشون اینا قرض میگیرند. چون چرا کسی که در ماه شریف رمضان تولد میکند، نفاس و هم که مثل در نفاسش میخورد، چند روزی که در مثل در آدم بوده آماده، چند روزی که خون مثل شد، یک هفته شد، 2 هفته شد، یا که 1 ماه شد، 40 روز شد، در کودک یکم میگن که تا 40 روزه میستد، تا 40 روزه میسته که نماز نمیخواند، با شوهرش خانه‌داری نمیکند، روزه باشد روزه نمیگیرد، این در یکم کودک همیشه در این مذهب ما امام ابو حنیفه آمده 40 روز. لیکن ای خیل در عموم گیریم، در قول مثل علما که خشک شد در مثل نفاس، 1 هفته ده خشک میشه، 2 هفته ده غسل میکند، روزش میگیرد، نمازش میخواند. روزه را مثل که گرفته که نتانیست کودک خورد دارد مثل میکند که مثل بعد از نفاس در باب نفاس.
بعد که کودک میساکی تمام خوراک کشید قرض روزش میگیرد. چند روزی که میساکی نفوس شد همون قرض حساب میکند. بعد از رمضان کودکش که هرچی خور کشید در باب نفوس، در بابت نفوس خونی بعد از تحول کردن کودک قدم حسابی نمیشد، روزش رو میگیرد. حیض به شما فهمودم. در بابت حیض کسی که سوال داشته باشد و میشه که در کامنتری نویسین. در باب نفوس هم 1 هفته میشد، مثلا 2 هفته میشد، 1 ماه میشه، 21 روز میشد، 40 روز میشد. هم خون که تا اون که پاک شدن هم را حساب میکنند. بعد همون روزش رو میگیرد تا سال آینده، تا روزه آینده قرض باید که گیرد. انا همین به شما رسانده میدم. مادرانی عزیز و خواهرانی محترم مسلمانی من، زنده سالم خانه سلام باشید. لایک подписаться که این ویدیو رو لایک نمودم که بسیار آدمو نمیدونم، برای که انا چیز میگن که یه روزا که دختر تاجیکی با میدونن یک قولی قانونی غیری چی میگن نادرستی در عقل انسان تو نمیگه که دختر روزش نمیخره نمیگیره، دختر شوهر نکردگی بکیره نمیخره روزش نمیگیره، دخترش میتونه که از شوهر کردگی و روزش نخره میگیره. این گپو اساس نداره. دختر است مثل بکیره است، شوهر دارد، چگونه که نباشه همین حیض که دید 11 ساله است، 12 ساله است، سین سال کدام سین سال که همین حیض که شد در ماه شریف رمضان میخورد. چند روز که شد مثلا نمیشه که پیش ماه شریف رمضان باز باید ویدیو دیگه کنم که برای که اینجا مینو لایک подписаться و فراموش نکنید.